آخرش که بالا کشیدی باید بدی عقب که اونجا وایسی. ولی وقتی که بچه‌ها به میل خودشون هستن و نیاز پیدا میکنن، مثلا بچه‌ها اومدن دیدن که خب سگ مدرسه زایمان کرد، دیدن گوسفند مدرسه داره جفتگیری میکنه، دیدن که کبوتر مدرسه رو تخم خوابیده جوجه در میاد، دیدن که کرم ابریشم مدرسه از تخم در اومده لارو شده، لارو بعدا شفیره شده، بعد حشره پروانه کامل در اومده، دوباره جفتگیری کرده. چه پریه؟ میبریم پیش بچه ها. این همه رو مراحل رو نشان داده، عکساشو میبینه، بعد که عکس‌ها رو میبینه میخواد زیرشو بخونه، نمیتونه بخونه. حالا میاد به من میگه که من میخوام یاد بگیرم که بخونم. این یک تفاوت اساسی نظام آموزش کلاسیک است با مدرسه طبیعی. در نظام کلاسیک شما بچه‌ها رو مینشونی و میگه که من میخوام به شما چیزی یاد بدم، با اونا میگن ما نمیخوام یاد بدیم. ما یه بچه‌هایی رو داریم که اذیت می‌کنن. مثلا دنیز نمونه‌ای بود که سه‌شنبه صحبت شد راجع بهش. مثلا ما ممکنه 5 تا بچه داشته باشیم، دنیز توی اون فضا و دنیز بیشتر این بچه‌ها حیونا اذیت می‌کنه. دو بار تذکر بهش میدیم، مثلا توضیح میدیم حالا حیوان داره اذیت میشه، اینطوری باهاش برخورد می‌کنیم. دفعه سوم دنیز رو خارج می‌کنیم و جریمه‌اش می‌کنیم. ما بهش میگیم جریمه.
دنیز تو الان 10 دقیقه نمیتونی تو لونه حیوونا باشی چون باعث شدی که این حیوان اذیت بشه یا آزار رسونه. دنیس بکش. خب عمو نمیکشه. گفتم عمو پلیس میخوره. ما بچه‌ای داشتیم که معلولیت‌های جدی داشته تو مدرسه و خب این اولش مثلا سراغ هر کدوم از بچه‌ها میومده خوراکیاشون از دستشون میگرفته، رنگ روشون میپاشیده و از اینجور چیزا و یه تحصیلگر باید دائما کنار این میبوده که مثلا یک حادثه جدی برای بچه‌های دیگه پیش نیاد. آرام و بچه‌ها اینو ترد می‌کردن، کاملا تردش می‌کردن. آرام آرام اون یاد گرفته که باید با بچه‌ها اینطور نباشه و آرام آرام بچه‌ها قبول کردن که اونو در داخل خودشون بپذیرن و عملا جزئی از مجموعه شده. جایگاه خودشو داره، یه جایگاه برابر با بقیه نداره که هر کاری بقیه میکنن بکنه، به خاطر که نمیتونه خیلی کارا بکنه. ولی اینکه بچه‌ها پذیرفتنشون در داخل خودشون از نظر مدرسه ما این در واقع یک دستاورد خیلی بزرگ بود که بچه‌ها بالاخره یه بچه‌ای رو که یک اختلالات رفتاری خیلی حاد داره اینو در خودشون بپذیرن و براش یه جایی در بزنن. اینو عمل یاد می‌گیرن. کجای شما؟ انگار که سیبیل داره. اینجا یه خانومه